ورزشکاران کشور ما از چمپیونات آسیا اوید به سامبو که در دولت فیلیپین برگزار شد با دستاوردهای ارزنده به وطن برگشتند. در چمپیونات مذکور از کشور ما 20 نفر اشتراک نموده صاحب یک مدال طلا، 3 نقره و 7 برنج شدند. دستپروری مکتب مهارت عالی ورزشی ولایت سوق مومن جان زاهدوف در چمپیونات مذکور به گرفتن مدال نقره مشرف گردید. دستپروران دیگر این مکتب ورزشی یاسین حکمتوف و حسین جلیلوف صاحب مدال‌های برنج گردیدند. همچنین دستپروران مکتب ورزشی مذکور امرالدین قربانوف و ابوبکر اورونوف در چمپیونات آسیا اوید به گشتن یونان رومی که در دولت تایلند برگزار شد با یک مدال نقره و یک مدال برنج به وطن برگشتند. این ورزشکاران را در نزد مجمع ورزشی سوخت آرینای شهر خوجند نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت گرم و صمیمی پذیرایی نموده دستاورد آنها را نتیجه توجه خاصه حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به ساحه ورزش ارزیابی نمودند.